و این روزه یکی از نوعهای بزرگترین جهاد است. یکی از بزرگترین نوعهای جهاد است که انسان در این ماه مبارک با نفس خود جهاد میکند، با نفس خود مبارزه میبرد و این جهت جهاد از جهات دیگر قسمت ها کمتر هم نیست. از این جاست که بعضی از نفران ماه مبارک رمضان را ماه تربیه روحی، ماه تربیه جهاد نامیدند که در آن مسلمان برای جهاد در راه الله سبحانه و تعالی آمادگی می‌گردد، با جان و مالش، با گفتار و عملش، چی آشکار و چی نهان باشد. پس این معنا که رمضان ماه جهاد است، این معنای بزرگ است، یک معنای بزرگ است و یک معنای تأثیرگذار در حیات بنده است. خصوصا وقتی که ما جهادهای اسلامی گذشته را نظر میکنیم، از قهرمانی های آنها، از فتح و پیروزی های آنها بسیار یک تاریخ پرحشمت و بزرگ هم ما داریم که یک صحیفه های جاودانه در این حیات بشریت قرار داده است. یک فتح و پیروزی های بزرگ در بیان برداشتن کلمه حق و شکستن باطل و اهل باطل نوشته شده است. همه این رو از جنگ بدر کبرا، جنگ بدر بزرگی که آغاز شد تا فتح مکه مکرمه، سپس نبردهای بزرگ اسلامی مثل یرموک، حطین و عین جالود و در آخر جنگ دهم از رمضان سال 1339 هجری نصرت و پیروزی‌های بزرگ در این ماه الله سبحانه و تعالی بر بندگانش عطا کرده است، بر مؤمنان. پس از این رو ما مسلمان ها برای ما لازم است که این ماه مبارک رمضان را ماه فرصت بشماریم تا بسیار معنی های بزرگ را در حیات خود قرار بدهیم. از این ماه های مبارک ما باید بیاموزیم و خود را در بیابیم و خود را در این ماه مبارک تربیت نماییم. پس از این رو برمی آید که آن چیزی که از بنده طلب کرده می شود نه تنها گرسنگی و تشنگی به این محدود نیست، بلکه این یک نقطه اولینی آماده کردن نفس برای جهاد در راه الله سبحانه و تعالی و نصرت دین او و قوی کردن اراده بنده برای برداشتن کلمه لا اله الا الله و رساندن رساله حق و حفظ حدودهای او سبحانه و تعالی و عزم جدی و قطعیت، راستی و امانتداری رو در بر میگیرد. نه تنها یک خورده و نوشیدن، بلکه آماده سازی نفس خود برای رشد و آینده روشن. برای همین جهاد نفس، آماده سازی نفسی که دلها را خراب میکند، هوا و هوسی که به سوی هر چیز رغبت ها دارد، شهوت هایی که قاتل است، از همه اینها انسان دست میکشد و به سوی پروردگار روی میآرد. همه این را با خواهش نفس خود ترک میکند که کسی او را مجبور هم نمی کند.
این از آن چیزی که بنده در این ماه مبارک با نفس خود، با هوا و هوس خود، با شهوات خود مبارزه می‌برد و او را شکست می‌دهد. شاید در غیر رمضان این کارها را انجام بدهد، ولیکن گاهی مغلوب می‌شود انسان. در برابر هوا و هوس خود مغلوب می‌شوی، در برابر شهوات خود مغلوب می‌شوی، در برابر آرزوهای خود مغلوب می‌شوی. ولیکن مجرد فرارسیدن این ماه مبارک تو همه این رو اگرچه یک جا هم بیاین غلبه‌شون می‌کنی. از همین لحاظ اگر این عهده براری رو، شکست نفس، شکست هوا و هوس، شکست شهوت ها رو اگر انسان توانست در خود پیدا کرد و از خود دور کرد این دشمنان را، پس می تواند که آن عهده‌داری، آن مبارزه‌ای که با دشمنان در راه الله سبحانه و تعالی با جنگ سلاح است در آن آمادگی دیده باشد، شده باشد. پس یکی از مبارزه هایی که انسان با هوا و هوس خود، با شهوات خود و آماده سازی خود برای در راه الله سبحانه و تعالی برآمدن، این با گرسنگی و تشنگی که برای بندگان در این ماه از دمیدن صبح تا نشستن آفتاب حرام قرار داده است. پس از این موسم رمضان بهره ببریم. در این موسمی که در آن چشمها، روحها با اطاعت الله سبحانه و تعالی فعال می شود و به سوی او باز می گردد. و همچنین برای ما بندگان الله لازم است که با او سبحانه و تعالی یک عهد داشته باشیم، یک پیمان بکنیم که این عهد و پیمانی که در این ماه رمضان این رو بستیم، هوا و هوس و نفس شهوت ها رو شکستیم، این پیمان رو هم در بعد رمضان هم فعالیتش رو قطع نکنیم و سستی هم تنبلی هم ننماییم، بلکه این مبارزه خود رو بعد این شکست که هوا و هوس نفس رو شکستیم، بعد این باز ادامه اش بدهیم تا اینکه بر ما و شما باز غلبه نکند. چنان عبادت نماییم که روح همان شاد بگردد، بدن سلامتی بدن پیش بیاید، روح ما صفا بگردد. از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که همه را در دین استواری نصیب بگرداند و قوت بدهد و در راه راست موفق بگرداند و درست که او سبحانه و تعالی ولی و قادر بر آن است. رمضان این ماهی همکاری اجتماعی است، ماهی همکاری اجتماعی است. پس ای برادر روزدار و خواهر روزدارم، از فضیلت های ماه مبارک رمضان آن است که این ماه تربیه بر اساس همکاری های اجتماعی پیش می آید. همکاری های تعلیمات و راهنمایی های دینی، همکاری های تعلیمات و تعلیم و راهنماهای دینی. جزاک الله خیر. که انسان در خوشی و در سختی ها هم با همدیگر دستی یاری دراز کنند. پس این اسلامی عزیزی ما و شمایان چنین همکاری و دستگیری را از سختی ها برآوردن از خانواده خود آغاز کرده است. سپس دایره آن وسیع می شود. سطح خویش و تباری، مهربانی همسایگان قرار می گیرد. بعدا باز دایره وسیع‌تر شده می گیرد. سطح جامعه،
و شکل عمومی فرا میگیرد همه اینها را، از خرد تا بزرگ، از فقیر تا غنی، از امیر تا بیچاره، همه کس در این همکاری باید شریک باشند و همه این برادران و خواهران گرامی برای به واسطه این دراز کردن دستیاری قرار میگیرد. دراز کردن دستیاری ثروتمندان بر فقیران، با مالشان، با زکاتشان، با صدقه هایشان، با کمک های مادی و معنوی صورت میگیرد. این کمک ها نشان میدهد که این انسان احساس انسانی دارد، احساس محبت دارد، از پروردگارش میترسد، زکاتش را، صدقاتش را میبرارد و فقیر را هم در این ماه گرسنه نمیگذارد. همین است که جامعه اسلامی باید در زیر این گونه سایه ها قرار بگیرد. منفیت های همدیگر بر همدیگر دست کمک دراز نماید. با یک محبت پاک، با یک برادری نمونوی، که ثروتمندان و دارایان امت و توانگران آن خود را طرز به دیگران نشان بدهند که آنها غمخوار این امت هستند. وقتی که گرسنه و گرسنگان را دیدن، احتیاجات آنها را پی بردن، باید بر آنها با احساس محبت دست بگیرند. این هم یک درس بزرگ است که بیشتری از مردم، از مسلمان، از ثروت دارایی ها این را درک کردند و درک میکنند و روز روز بیدار شده ایستادند. این است مسئولیت. یک ماه مبارک یک انگیزه های بخشش و عطا کردن و سخاوتمندی و جود باید قرار بگیرد و انگیزه های خودخواهانه پستی را از خود دور کند، از غرور و کبر و حسد و دروغ دور شود، بر اینها غالب بگردد و این صحیفه های بخیلی که در غیر رمضان بود در این رمضان قرار نگیرد و این خسیسی و طمعی که در آنجا بود این در این معاملات رمضانی باید دور بگردد. چنانکه شاعر میگوید الله اعطاک فبذل من عطیته، الله بر تو عطا کرد، پس تو نیز از آن چیزی که الله بر تو عطا کرده اش ببخش. فالمال عاریة والعمر رحال، که مال یک امانت است و عمر انسان هم رفتنی است. برای همین این ماه بخشش ماه دعوت و تشویق است و شتاب کردن برای آگاه شدن از احوال دیگران، از احوال فرزندان مسلمانان و کوشش برای شادگرداندن غمدیدگان و نزدیک شدن به دلهای آنها. شاعر میگه که ازرع جمیلا ولو فی غیر موضعه، نیکویی رو بیکار حتی اگر در غیر موضعش باشد، حتی اگر در جای نامناسب هم باشد، این نیکویی رو بیکار. فلن یضیع جمیل اینما زرع، این نیکویی، این زیبایی که هر جا که
کوریده شده است و از بین نمی رود. از بین نمی رود. این الجمیل و این طال زمان به، زیبایی اگرچه زمانه بر او دراز بگردد، فلیس یحصده الا الذی زرعها، پس هیچ کسی آن را نمی درآورد مگر آن کسی که آن را کاریده است. پس برادر ایمانی، خواهر ایمانی، پس در این ادامه دادن عملت در این ماه‌های بزرگ و شب‌های مبارکش، از پرسیدن حال، از صرف کردن مال، در بسیار صدقه دادن، از بخشش ها ناآگاه نمان و از فقر و تنگ دستی هم نترس که تو مال بدهی مالت کم بگردد. پس چقدر بزرگ است که فرزندان این امت در گوشه و کنار جهان قرار دارند و آنها نیازی بر ما دارند، ما بر آنها دست کمک دراز نماییم. چه یک خوشحالی، یک احساسی نیکویی است. با مولهایمان، با بخششهایمان، با دعاهایمان از همه کمترین چیز. اگر هیچی نمیتوانی پس دعا کن. برای همین رسول الله صلی الله علیه و که در حدیث فرمود که مثل المؤمن فی توادیهم، مثال مؤمنان در دوستی و رحمدلی و مهربانیشون مثل یک جسم هستند، که مثل جسدی، که مثل الجسد اذا اشتكى منها عضو. مثال مؤمنان در دوستی و رحمدلی و مهربانیشون مثل یک جسم هستند. اگر گاه عضو درد کند، تمام جسم با تاب و بیداری دعوت میکند، همدردی میکند، به همدردی میخیزد. در روایت احمد و دیگران، پروردگار در دنیا به ما نکی عطا کن و در آخرت هم بر ما نکی عطا کن و ما را از آتش جهنم نگاه دار و پروردگار ما را از ظلم و تاریکی ها ایمن نگاه دار. و قول الله سبحانه و تعالی را فراموش نکنیم که فرمودن مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال آن کسانی که مالهای خود را در راه الله سبحانه و تعالی خرج میکنند، کمثل حبة انبتت 7 سنابل، مثال یک دانه است که از یک دانه 7 خوشه می‌آید. فی کل سنبلة 100 حبه، که در هر یک خوشه 100 دانه از گندم است. تو یک دانه دادی و به 7 دانه بر 700 دانه اضافه شد. والله یضاعف لمن یشاء، الله برای هر کسی که بخواهد اضافه میکند. والله واسع علیم، الله علیم است، علم الله واسع است، علم الله واسع است. بارک الله فیکم. پس ماه رمضان این ماه اعتکاف است. ماه رمضان این ماه اعتکاف است. پس برادر روزدار و خواهر روزداران، اعتکاف در بهترین روزهای ماه مبارک رمضان این جایز و رواست و بهترین این روزهای اعتکاف این دهه از آخر ماه رمضان است. و اعتکاف یک عبادت بزرگ است که در قرآن کریم تنها در کنار روزه یاد شده است. در کنار، در بر روزه، بعد روزه ذکر یادآوری شده است و مردم این اعتکاف را جز با روزه در همان مورد نمیشناسند. چون این اعتکاف نفس مسلمان ها را
تربیت کرده او را با درجه و بالاهای عظیم میرساند. دل را پاک میسازد و فکر را از غم و اندوه دور ساخته به معنی های بلند بزرگ روانه میکند و نفس را و فکر را دور از غرض های دنیوی پاک میگرداند. و در این اعتکاف نشستن تربیه نفس های سالم، بر خلوت نمودن بنده به تنها نشینی با پروردگار عظیم و شان و مناجات با او سبحانه و تعالی و در اندیشیدن به عظمت او، به ملک او و تفکر در قدرت او سبحانه و تعالی. و در روایت های صحیح ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ماه رمضان 10 ماه آخر را اعتکاف می نشستند تا به شب قدر هم برسند و وقت آن سال فرار است که او رسول الله صلی الله علیه و سلم این دنیا را پدرود گفتند وفات کردند. 20 روز اعتکاف نشستند و جبرائیل علیه السلام هر سال قرآن کریم را برای او تکرار میکرد. پس اعتکاف ای برادر من سنت است که مسلمان هرگاه بخواهد خود را برای آن وادار میکند با مقصد نزدیک شدن با پروردگار عظیم الشأن است و این در ماه رمضان تأکید می شود، مخصوصا در دهه آخر از ماه رمضان. و این اعتکاف یک تربیه نفس مسلمان و روح او با آرام گرفتن دل و خلوت با پروردگار عظیم و شان و دورشن از مردم مشغول شدن به عبادت الله و نزدیکی به او دورشن از هر چیز دیگر است، حتی از خانواده و از نزدیکان، حتی از نزدیکی کردن با نماز، با ذکر، با دعا، با تلاوت و غیر مردم مشغول میشوند. تا که الله سبحانه و تعالی برای شخص معتکف، اینه که اعتکاف نشیننده، از همه مخلوقات محبوبتر بگردد و بنده با پروردگارش نزدیکتر بگردد. و همچنین بنده در اعتکاف تربیه صبر را می آموزد و اراده راستین را. و همچنین اگر کسی که اعتکاف ننشسته باشد گمان میبرد که اعتکاف دشوار است، قین است. شاید گمان برای که در آن مشقت است، حالا که کسی که اگر برای الله آسان کرده باشد و نیتش در این خالص از برای الله باشد و اراده راستین داشته باشد و خواهش عزم راستین داشته باشد، این فضل بزرگ است برای این بنده، یک خیری فراوان است که راه اعتکاف را طی می‌کند. و اعتکاف تنها در مسجدی که در آنجا نماز جماعت برپا می شود است، در غیر وی درست نیست. تنها در مسجدی که در آنجا جماعت برپا می شود است، چون الله می فرماید و انتم عاکفون فی المساجد، به درستی که شما اعتکاف می نشینید در مسجدها، در حالی که شما در مسجد اعتکاف می کنید. و همچنین اهل علم گفتند که برای معتکف باکی نیست که برای ادای واجب شرعی یا احتیاج ضروری از مسجد بیرون شود اگر احتیاجمندی پیدا کرد، یا که احتیاج ضروری یا که واجب‌های شرعی. و همچنین جایز است برای شخص اعتکاف نشسته که در اعتکاف شرط گذاشته شود
آنچه که برای بندگان الله سبکی باشد و اجرای عبادت را آسان نماید. پس ای شخص روزدار، آیا برای احیای این سنت، زنده گرداندن این سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم فکر کرده ای؟ شتاب میکنی؟ آیا به خود این امکانیت را میدهی اگر توان داشته باشی؟ حداقل مدت کوتاه هم باشد با پروردگار خلوت کنید. مدت کوتاه هم باشد با پروردگار خلوت کنید و با او سخن بگویید، صحبت کنید تا خود را با او سبحانه و تعالی نگاه دارید و خود را پاک گردانید، تا روحیه خود را، قلب خود را روشن سازید، تا در این ماه کریم بر خیر و برکت برسید. پروردگار ما را از جمله و زمره کسانی قرار دهد که سخن را میشنوند و بهترین آن پیروی مینمایند. و صلوات و درود سلام به پایان بر محمد صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش بود. اکنون رساله نوبتی که ما داریم، بیان رمضان و سوال و جواب در آن، که گفته مسئله های بسیار مهمی هستند که ما باید از اینها بیخبر نباشیم. بسم الله. ما در اینجا رسیدیم در باب در بیان ما یتعلق بالاحتلام والمباشره. باب در بیان آن که شخص روزدار آنچه بر احتلام قرار میگیرد و همچنین مباشرت وابسته، پیوست شدن، نزدیک شدن با زن، غیر همخوابگی. سوال: مقصود یا که مقصد از احتلام چی است؟ ما المقصود بالاحتلام؟ اولا مقصد از احتلام این برآمدن منی هست. انسان احتلام شده که منی برآمد. برآمدن منی رو از انسان چی و این منی یک آب سفید است، چسبنده. این آب منی سفید چسبنده با شهوت و سوزشوی بدن با زود حرکت کردن میبراید. خود در اختیار باشد، خود در اختیار خود انسان باشد، در بیداری، خود در خواب باشد. سوال نبوده که آیا این احتلام روزه رمضان را میشکند یا خیر؟ جواب این که هر کسی که در روزهای رمضان اگر در خوابش احتلام شود، در حالی که در رمضان در روزه‌داری قرار دارد، روزه اش ویران نمی شود، زیرا آن به اختیار انسان، به قصد انسان رخ داده است، برآمده است. چون در بالا بیان کردم که همین احتلام منی، آبی که با شهوت میبراید و یا که سستی، با اختیار که به اختیار است یا که در خواب است. مادامی که اگر در خواب باشد به اختیار است و بدون قصد است، روزه را فاسد نمی کند. تنها بر او غسل لازم است، سپس روزه اش را ادامه می دهد. غسل می نماید، از برای نمازها آمادگی می بیند و تمام. اما مقصد از مباشرت به واسطگی چی است؟ اینکه مقصد از اینکه با زن نزدیک شدن اما نزدیک نکردن. پس مباشرت آن است که
پوستی بدن یا که بدن انسان به بدن همسرش میرسد، بدن مرد به بدن همسرش میرسد، مثل آغوش گرفتن، مثل بوسیدن، این را مباشرت میگن. و این آغوش گرفتن چی بدن انسان چی با لباس چی به لباس رسیدن و بوسیدن، این سبب های شکستن روزه نیست. روزه انسان رو فساد نمیکند. اما سوال نوبتی، آیا لذت بردن با مباشرت و با آغوش گرفتن بر روزه تأثیر میرساند که نمیرساند؟ پس این لذت بردن بدون همجنسی همخوابگی کردن باشد، بر روزه تأثیر نمیرساند. این لذت بردن بدون این باشد، بدون جماع باشد، بر روزه تأثیر نمیرساند. ولی باید از برآمدن منی احتیاط نماید که در این حالت قصدن میشد، روزه انسان فاسد میگردد. این نقطه را باید اهمیت ویژه‌ای داد. بارک الله فیکم. اگر منی برآید چی حکم دارد در این حالت؟ در این حالت اگر منی برآمد، این چی حکم دارد؟ اگر در این حالت منی برآید، غسل بر او واجب میگردد. اگر در این حالت بدون نزدیکی کردن، جسم با جسم رسیدن، در آغوش گرفتن، لذت بردن، بدون نزدیکی همخوابگی کردن منی برآید، غسل برای هر دو آنها واجب میگردد. آنها در حالت جنابت قرار میگن و روزه قضا برای آنها واجب میگردد و در یک گناه خودشون رو گرفتار کردن. و این حکم برای زن و مرد یکسان است. برای زن و مرد یکسان است. مادامی که منی برآمد، حکم برای هر دو آنها واجب میگردد. سوال نوبتی، حکم بوسه کردن روزه‌دار همسرش را چیست؟ بوسه کردن روزه‌دار همسرش را که همسر شوهرش را اشکالی ندارد، اما با شرطی که شهوتش را اداره کرده تواند. چون در صحیح بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها در این مورد روایت شده است که می‌فرماید عایشه که رسول الله بوسه می‌کردند در حالی که روزه‌دار بودند. و یباشر و هو صائم، مباشرت گفتیم ما، در آغوش می‌گرفتن در حالی که روزه‌دار بودند. ولیکن او صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که بیشتر از همه خود را اداره می‌کردند. بیشتر از همه خود را اداره می‌کردند. اما اگر این مباشرت بر فساد شدن روزه برساند، برای روزه‌دار حرام می‌گردد این کارو کردن. چون در نقطه اول گفتیم به شرطی که شهوتش رو اداره کرده تواند. پس سوال اینجا میشه که آیا می توانیم در این حالت حکم بر منع این مباشرت بدهیم؟ حکم بر منع این نزدیکی یا که بوسه کردن بدهیم اگر این گونه باشد، یا که با شهوت و بی شهوت باشد. اگر انسان زود شهوت باشد و خود را اداره کردن نمیتواند، برایش جایز نیست که با زنش مباشرت نماید، نزدیک شود، آغوش گرفتن، به لباس یا بوسه کردن، زیرا این سببی میتواند سبب ویران شدن روزه بنده بگردد و سبب برآمدن منی. برای همین از این هم بستری، از این خوابیدن یا که نزدیک کردن یا که به هم بستری رسیدن، از این در امی نیست. شاید انسان می افتد.
و در حدیث قدسی آمده است که شهوتش رو به خاطر من ترک میکند. و در قاعده شرعی میرسه که هر چیزی که واسطه میشد بر حرام خود حرام میگردد. هر چیزی که بس بر حرام واسطه میگردد خود حرام میگردد. یک چیزی که تو را به سوی حرام میبرد همون چیز خودش حرام، همون وسیله خودش حرام میگردد. آیا این حکم که در بالا ذکر کردیم برای پیر و جوان یکسان است یا که فرقی دارد؟ فرقی ندارد. برای پیر و جوان یکسان است این حکم، به شرطی که اگر هر دو دارای شهوت باشند و هر دو خود را اداره کرده نتوانند. اما پیر باشد سن سال رفته بیشتر او انتظاری میکشد، برخلاف جوان که شهوتش در اوج است و اداره آن را ندارد. و سوال نوبتی، هر کسی که در روزهای رمضان، سوال خیلی مهم است، هر کسی که در روزهای رمضان برای استمناء که خود را با دست خود آرام کردن، هر کسی که در ماه رمضان برای استمناء برای خود را آرام کردن اگر که این منی آب را برآورد، این از لحاظ شریعت چه حکم دارد؟ بر او چی لازم می شود؟ جواب این که کسی که در روزهای رمضان با چیزی که پیشگیری کرده است، مثل لمس کردن، قپیدن گفتیم، یا که تکراری نگاه کردن گفتیم، اگر با این چیزها اگر انسان آرام بگردد، که خارج شد معنیش، بر او توبه واجب میگردد. چی برای لمس کردن، قپیدن اگر معنیش براید، چی برای تماشای تکرار به تکرار اگر معنی براید، چی برای خود رو آرام کردن، هر راهی که برآمد این راه ها و غیر این شاید دیگر راه هم باشد ما که نمیدانیم، برای وی لازم است که به سوی الله توبه نماید، از این کاری کردهش پشیمان شود و باقی مانده روز رو روزه میگردد و برای وی قضای واجب میگردد. آن روزی که این حالت گرفته شود یک روز قضای واجب میگردد. پس در این کارها باید انسان احتیاط رو پیشه بگیرد. اگر این کارو کرد که معنی نبرآمد، این کارو کرد و یک از این کارا رو انجام داده که معنی نبرآمد، در این حالت برای وی روزه واجب نیست، برای وی قضا واجب نیست، ولیکن توبه برای وی لازم است از این کارش. برای همین روزه‌دار از هر چیزی که شهوتش رو می انگیزد دوری بجوید. فقیهان می‌فرمایند که اگر هر کسی که در ماه شریف مبارک اگر استمناء کرد، خود را آرام کرد، به این راهی گفتیم، برای وی کفاره نیست، برای کفاره نیست، ولی قضای وی، قضای این روز برای وی واجب است. قضا داشتن این و این نظر را صنعانی و شوکانی و ابن حزم نیز ذکر نمودند. پس سوال نمبر آیا گفتیم در بالا که جایز بودن نزدیکی با همسر بدون همخوابگی، آغوش گرفتن، بوسه کردن، این جایز بودن، اما اگر این انسان رو به سوی شهوت بکشاند، به سوی شهوت ببرد، در این حالت برای انسان جایز نمیگردد، باید از این خودداری نماید. مخصوصا اگر شخص شهوتی قوی داشته باشد نباید مباشرت کند، از ترس آنکه در این همخوابگی بیفتد، خاصه نوجوانان.
و با استفاده از این از عایشه رضی الله عنها از دلایل شرعی که حضرت عایشه نیز بر این اشاره کردن وقتی گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله مباشرت میکرد، بوسه کردن، آغوش گرفتن، در حالی که روزادار بود. و در دوام چی گفتن؟ و او صلی الله علیه و سلم از همه بیشتر خود را نگاه می‌داشتن، خود را اداره می‌کردن. این مسئله واسه بر واسه به شهوت انسان، اگر انسان شهوتش نمیبراید میتواند به حضور در آغوش بگیرد، بوسه نماید. برایش در این امر، در این وسیع است امر. سوال نوبتی، آیا برآمدن مزی، آیا برآمدن مزی همان حکم منی را دارد در روزه؟ منی با شهوت گفته میبراید و مزی باشد این هنگامی مداعبه، هنگام بازی کردن، هنگامی که با همسر خود هم نزدیکی میکنی، بازی میکنی، بازی کردن رو بفهمید آخر، بازی میکنی با او یا که لمس میکنی میقپی مثلا، این هنگام آب میبراید، مزی میگن، این رو آبی تنوک میبراید صاف. میگه که در اینجا آیا برآمدن مزی همان حکم منی رو در روزه دارد یا که نه؟ پس بدونید که برآمدن مزی روزه رو نمیشکند، برآمدن مزی روزه رو نمیشکند. مزی مانند ودی است. ودی هم آبی هست که هنگام برداشتن چیز وزنینه یا که بیماریه یا که حالت دیگر میبراید، یک آب چسبنده، یا که بعد پیشاب میبراید، این بی لذت است. پس این مزی و ودی از شکننده های روزه نیست، اما طهارت را میشکند. فقط در اینجا منی هست، منی که با شهوت میبراید، با لذت میبراید، این است که روزه را میشکند. اما مزی و ودی اینها ویران کننده روزه نیست، اما فقط استنجا و وضو برای بنده از برای نماز واجب میگردد، حتی طهارت هم برای بنده واجب نمیگردد. سوال نوبتی، اگر دست روزدار تصادفاً به زن بیگانه برسد، یک شخص روزدار است، دستش تصادفاً در اتوبوس در هر جا که باشد، یکی بدون تصادفاً به زن بیگانه رسید، آیا روزه انسان در این حالت ویران می شود؟ این چه حکم دارد؟ اگر این حالت بدون قصد شود، تصادفاً این کار شد، برای چیزی نیست و بر روزه این بنده هم ضرر نمی رساند. این مثل همان حالت است که هنگام ازدحام مردم، پروبکای مردم انبوهی قرار میگیرد، یکم جای مشکلی ندارد و بر روزه انسان ضرر نمیرساند و بر ایمان انسان هم ضرر نمیرساند. اما اگر قصدن باشد، این گناه است، معصیت است، ولی سبب باطل شدن روزه بنده هم نمیگردد، سبب باطل شدن روزه بنده نمیگردد. سوال نوبتی، آیا نظر کردن یا که افتادن نظر، نگاه کردن به منظره های نادرست، میفهمین منظره نادرست ها؟ به چیزهای نادرست و حرام اگر بی افتد، آنها رو تماشا نماید، آیا روزه انسان در این حالت باطل میشد؟ نه. این روزه رو باطل نمی کند، ولیکن به کم شدن ثواب آن برده میرساند، کم گردن اجر آن برده میرساند. پس اساس روزه این است که لعلکم تتقون باشد، از تقوا و پرهیزگاران قرار بگیرید است. اما کسی که اگر از نظر کردن شهوتش بیدار شد، کسی که از نظر کردن شهوتش بیدار شد و منی برآمد، حکم روزه اش چیست؟ این است که روزه اش باطل می شود، برای کفاره لازم می گردد.
ولیکن یگام برای وی کفاره لازم نمیگردد، اما روزش باطل می شود. چون نگاه اول چیزی است که بر آن انسان خود را خودداری می کند، اما نگاه های پی در پی انسان را تغییر می دهد. پس روزه انسان اگر که برآمد، قصدن کرد گفتیم برآمد، روزه باطل می شود. اگر بغیر قصد بود روزه باطل نمی شود. سپس نقطه بعدی مفسدات روزه، چیزهایی که روزه را باطل و ویران میکند. چیزهایی که روزه را باطل، ویران یا که فاسد میکند. اولا مقصد از مفسدات روزه چی است؟ بدون اینکه مفسدات روزه یعنی بیان کردن آن چیزهایی که روزه را باطل میکند، بر روزه تأثیر میرساند، روزه را میشکند است. این را مفسدات روزه میگویند. سوال نوبتی: آیا ممکن است که معیاری معین برای شناخت آنها بگذاریم؟ یک معیار معین برای شناخت آن چیزهایی که روزه را فاسد میکند بگذاریم؟ بله، هر چیزی که بر جوف، بر شکم، درون، معده بدراید، خواه خوراک باشد، خواه نوشاکی باشد، یا که هر چیزی که جایگزین این خوراک و نوشاکی را میگیرد باشد، پس روزه را فاسد میکند. هر چیزی که از راه بینی و دهان داخل معده انسان میگردد روزه را فاسد میکند. پس در آمدن هر چیزی که بر معده انسان و همچنین جماع، همخوابگی، سوال نوبتی این است که بعضی از مردم زود حکم میکنند که روزه فلانی فساد شده است، روزه فلانی باطل شده است، این کار رو کرده روزه باطل شد. بدون دلیل سخن میگویند. حکم این چی است؟ اگر هر کس که این گناه حکم کرد، شخص حکم کننده و بدون دلیل در یک گناه عظیم اصلا گرفتار شده است. این نقطه اول. و دوم معلوم است که اصل بر درست بودن روزه آنها بنده است. اگر هر کس نسبت هر کس گفت که با فلان کار روزه تو باطل شد، اگر دلیلی ندارد، سخن ندارد، قول از پیش خود میگوید، اصل بر سلامت بودن روزه آنها بنده است. تا وقتی که یک دلیل شرعی بر باطل بودن یا که باطل شدن آن همین روزه پیدا شده باشد. برای همین پیش از شتاب کردن بر حکم باطل شدن روزه فلانی که امر فلانی، بر ما واجب است که از اهل علم بپرسیم و این مسئله را خوب دقیق بفهمیم. می‌فرماید که ما المفترات التي جاء الشرع ببیانه، آن مفسدات، آن چیزهایی که شریعت بیان کرده است که روزه را فاسد میکند چی است؟ یکم خوردنی ها گفتیم، دوم نوشیدنی ها گفتیم و سوم جماع، همخوابگی، همبستری. این سه چیز اساس است که در زیر این سه چیز دیگر شکننده های از روزه تولید نشود، داخل میشود. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که الله میفرماید فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الان حاضر شما نزدیکی نمایید و همسرانتان
آنچه که الله سبحانه براش نوشته است طلب کنید و بخورید و بنوشید تا رشته سفید از رشته سیاه برای شما از صبح روشن گردد. سپس روزه را تا شب بگیرید گفتند. سپس روزه را تا شب بگیرید. پس انسان در روزه در رمضان باید از خوردنی ها و نوشیدنی ها باز بدارد خدا و همچنین از جما خود را باز بدارد، همخوابگی. سپس خون حیض، اینم از مفسدات روزه است. اگر زن حیض دید تمام روزه شکسته است، دیگه نباید روزه بدارد. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و الیس اذا حاضت لم تصلی و لم تصوم، آیا زنها وقتی که حیض میبینن نماز نمیگذارن، نماز رو ترک مینامند و روزه گرفتن ترک مینامند؟ گفتم بله، روایت بخاری. دیگر از مفسدات روزه این قی کردن است. قی کردن، اگر انسان قصدن قی کرد روزه را ویران میکند و دلیل آن قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که گفتند که من ذرعه القیع، کسی که به اختیار قی کند فلا قضاء علیه، برای هیچ قضایی نیست. کسی که به اختیار اگر که برآمد قی برآمد برای قضایی نیست، روزش صحیح است. یعنی و من استقاء فعلیه قضاء، پس هر کسی که اگر که قصدن قی کرد، خدا قصدن بر این قرار داد، پس بر وی روزه لازم است، واجب میگردد برای روزه. سپس مرگ هم سبب قطع گردیدن روزه بنده میگردد و در حدیث اومده است که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، اگر فرزند آدم وفات کرد عمل وی قطع می شود، بسته می شود. و همچنین ریده، از اسلام روی گرداندن، روزه انسان رو فاسد میکند، از دین برگشتن. چون الله میفرماید که لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو شرک بیاری البته که عمل تو رو حبطه میکنی و تو از جمله و زمره زیانکاران قرار میگیری. سوال نوبتی، آیا مفسدات دیگری از روزه هم هست؟ آیا دیگر چیزهایی هست که روزه رو باطل میسازد؟ بله. دیگر از حکمهایی هست که روزه رو هم باطل مینماید. در بعضی از آنها علما اختلاف کردند، در بعضی از آنها اتفاق است. به مانند نیت قطعی کردن افطار، اگر انسان روزه‌دار باشد نیت قطعی کردن افطار نماید، حکم آن در نزد شافعی و مالکی ذکر شده است. اگر نیت قطعی روزه خدا نکرده روزه باطل فاسد میشود، اگر چه نخورده باشی. برای همین نیت شرط است گفته بودیم. یا که دو دیلگی همچنین در نیت، نباید انسان در روزه دو دیله باشد بگیرم نگیرم، بلکه روزه را نیت عزم قوی میکنیم. خود نیت خودش عزم است، عزم قوی کردن. قطعیت در این لازم است، شرط فرض روزه است. بعضی از فقیهان گفتن که مفسدات فاسد کننده روزه آن چیزی که درآید داخل بدن انسان و آن چیزی که برآید. آیا این سخن درست است؟ نه، این سخن درست نیست. بلکه اگر انسان قصداً قی نکرد، بدون قصد روزه‌اش فاسد نمی‌شود. یا که قصداً از وی چیزی بیرون برآمد، یا یک مثلا که انسان چیزی نخورد، افطار نکرد، سحرخوری نکرد، این هم چیز بر روزه انسان ضرر نمیرساند. آیا هر چیزی که بر بدن درآید روزه رو میشکند؟ هر چیزی که بر بدن درآید آیا روزه رو میشکند؟ نه. این قول که هر چیزی که اگر بر بدن درآید روزه رو میشکند، این قولم قول درست و صحیح نیست. اگر چنین میبود آن را پیامبر الله صلی الله علیه و آله روشن بیان میکرد.
اما شریعت اسلامی این فاسد کننده های روزه را در چیزهای معینی محدود کرده است. و سوال نباتی آیا هر چیزی که مخصوصا به معده انسان اگر در آید از فاسد کننده های روزه به حساب می رود؟ نه، همه آنچه که در معده انسان می دارد از فاسد کننده های روزه به حساب نمی رود، بلکه هر چیزی که از خوراکی ها و نوشاکی ها باشد حکمش بر فاسد کننده روزه قرار می گیرد. چی این غذا طعام و شراب باشد، چی غذایی که از به طریق دیگر راه باشد، فرقی ندارد، روزه فاسد می شود. اما در اینجا در شکم انسان معده هست و جوف هست و شکم است. معده است و شکم است. گاهی می شود که اگر در معده انسان اگر طعام و شراب در آمد و هر چه غذا دهنده در آمد، روزه را فاسد می کند. ولیکن اگر انسان در دهان انسان غبار در آمد، بر جوف انسان می رود، بر شکم انسان می رود، این از شکننده روزه قرار نمی گیرد. پس جای غذا کجا بوده است؟ معده بوده است. آیا می‌فرماید که کی باطل شدن روزه ثابت می شود؟ کی باطل شدن روزه چیز می شود؟ ثابت می شود. هنگام روزه انسان هنگام باطل می شود که همه شخص فاعل انجام دهنده حکم شرعی را داند، از روی جهل انجام ندهد. به همون کاری که روزه را میشن از همون کار با خبر باشد و از روی فراموشی همون کار را انجام ندهد. انسان از روی فراموشی اگر خورد نوشید، روزهش باطل نمی شود. با اختیار باشد، نه با اختیار و قصد روزه را میشکند، به اختیار بدون قصد روزه را نمیشکند. که فراموشی گفتیم با ضد اختیار مجبوری است، میخوانست ضد قصد فراموشی. آیا حکم فاسد کننده های روزه در نمازهای فرضی، در روزه های فرضی و نفلی یکان فرق دارد؟ یعنی آنچه که روزه های فرضی را فاسد میکند آیا روزه های نفلی را هم فاسد میکند؟ آنچه که روزه های نفلی را فاسد میکند آیا روزه های فرضی را هم فاسد میکند؟ فرق نمیکند. اما فرق تنها در کفاره است. آنچه که روزه های نفلی را فاسد میکند روزه های فرضی را هم فاسد میکند. اما فرق روزه های فرضی و نفلی در روزه های نفلی کفاره نیست، در روزه های فرضی کفاره است. که کفاره فقط در جماع می شود، در همخوابگی. سوال نواتی کسی که به سبب پنهان شدن آفتاب در پشت ابرها هوا ابرناک بود، نزدیک بر آفتاب نشستن هوا ابرناک بود، به سبب این گمان بود که شام رسیده است، روزه اش را افطار کرد. چی حکم دارد؟ سپس معلوم گشت که خطا کرده است. آیا قضا بر او واجب است یا چی؟ در این هنگام برای او قضایی نیست. نقطه اول، در این هنگام برای او شخصی که از روی فراموشی این کار شده است یا که به سبب همین کاری که سبب پنهان شدن آفتاب در پشت ابرها، برای او یکم قضایی نیست، ولی باید از همون خوردنی ها و نوشیدنی ها که در حال پی برد باز ایستد.
خودداری کند و روزه‌اش را ادامه بدهد و این گونه حالم بر وجود انمی ساعت‌ها و انمی تقویت در اینها شاید رخ بدهد. با این کارام شاید رخ بدهد این چیز. آیا سیگار کشی از فساد شده روزه قرار میگیرد؟ آیا سیگار روزه را فاسد میکند؟ بله. بله، سیگار هم روزه را فاسد میکند. بلکه سیگار کشیدن این معصیت است. و بعضی از مردم بین دود سیگار و دود خوشبویی که وی مباح است فرق میگذارند. گویا اینکه این دود خوشبویی که روزه را فاسد نمیکند و دود سیگار روزه را فاسد میکند، چون سیگار اصلا این معصیت از گناه است این کارا کردن یکمش. دوم، این سیگار را هنگامی که انسان قصداً انجام میدهد به جوف و شکم انسان داخل میشود. این دوم، و همچنین اسراف در مالش میشود. بارک الله فیکم. اما سپس آنچه که بر جماع همخوابگی وابسته است در این مورد در بیان رمضان روزه صحبت میکنیم. مقصد از جماع چی است؟ سوال نوبتی، مقصد از جماع چی است؟ جماع این نزدیکی با همسر خود رو میگویند. همخوابگی، در آوردن ذکر در فرج زن، در رحم زن. که چی انسان چی با قصد تولد فرزند باشد، چی با قصد آرامش باشد، اگر که مادامی که با همدیگر رسیدن، غسل واجب میگردد. این رو جماع میگویند. پس در این حکم جماع چی چیز ممنوع است، چی چیز ناجایز است در رمضان؟ اولا ممنوع است، جایز نیست به هیچ وجه در ماه رمضان در روز روشن زن با اهلش با همسرش نزدیکی نماید. این جایز نیست. اما آیا جماع بین زن و شوهر در شب رمضان جایز است یا نه؟ آیا جماع بین زن و شوهر در شب رمضان جایز است یا نه؟ بله، جماع در ماه رمضان در شب رمضان این امر در این واسطه است جایز و رواست، اشکال ندارد، جایز است. چون الله میفرماید که احل لكم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. احل لكم، برای شما حلال گردانده شد در این شبهای روزه نزدیک شدن با زنهای خود. هم بیسترین با زنانتون حلال گردید. رفث یعنی جماع میگن. و گفته می شود که جماع در ماه رمضان، همخوابگی در ماه رمضان بر مسلمانان ممنوع است. این قول در روز جایز نیست، نه که در شب جای روا است. و گفته می شود که جماع در ماه رمضان بر مسلمانان ممنوع بود، جایز نبود. آیا این درست است؟ بله درست است. در گذشته گفتیم بله درست، در سوالهای گذشته گفته بودیم. از برا رضی الله عنه روایت است روزه رمضان فرض گردیده شد، مردم بر تمام رمضان با زنهای خود همبستری نمی کردند. تمام رمضان را. و بعضی از مردان با خود خیانت می کردند، یعنی که با همسران خود نمی کردند. و سپس الله سبحانه و تعالی این آیه کریمه را نازل کرد
و این امر را برای این امت آسان گردانید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. الله داند که شما بر نفسهای خود خیانت میکنید، خیانت کردید. فتاب علیکم، و شما را بخشید، آمرزید. و سپس بدتر در این شبهای رمضان جماع کردن اجازه داده شد. پس از افطار نمودن هم بستری کردن برای زن مرد هم دیگر اشکال ندارد، اما در این واسه است. سوال نوبتی: اگر شوهر با همسرش جماع کند، اگر شوهر با همسرش نزدیکی کند تا به بعد از اذان صبح، تا به بعد از اذان صبح، اگر این کار کرد روزهشون باطل می شود و برای آنها کفاره لازم می گردد. برای آنها کفاره لازم می گردد. اما اگر شوهر با همسرش جماع کند تا نزدیکی اذان، تا نزدیکی اذان، روزهشون صحیح است. و در این حدیث عایشه رضی الله عنها است. حدیث عایشه می‌فرماید که گواهی میدیم که رسول الله صلی الله علیه و آله بعضا صبح را دریافت میکرد در حالی که جنوب بود. صبح را رسول الله دریافت میکرد در جنابت بودند صلی الله علیه و سلم، از جماع نه از احتلام. سپس غسل میکرد و روزه میگرفت. معلوم میگه که اگر انسان با همسر خود شب همخوابگی کرد و نتوانست غسل نماید پیش از فجر، روزش صحیح است، فقط از برای نماز بنات آمادگی میکنه بس. و همچنین گفته است که پیامبر الله صلی الله علیه و آله در رمضان صبح را دریافت میکرد در حالی که جنوب بود، نه از خواب، پس غسل میکرد و روزه میگرفت صلی الله علیه و آله. پس وقتی که اگر انسان با همسرش جماع کرد نزدیک شد در روز روشن، چی کفاره بر او برگردن او واجب میگردد؟ به هر کسی که روزه بر او واجب است و ساکن شهر خود است، یعنی که مسافر نیست، اگر در روز رمضان قصداً با همسر خود نزدیکی کند، همین که ذکر در فرج داخل شود، مجرد داخل شدن آن حشفه میگویند آلت مرد بر فرج زن، اندکی از اونم اگر که داخل شد بدون این که اگر که با شهوت باشد به شهوت باشد، روزه آنها فساد می شود، ویران می شود، خواه منی برد خواه من نبرد و کفاره برای آنها واجب می گردد. کفاره برای آنها واجب می گردد. و برای آن کسی که در این ماه رمضان با همسر خود نزدیکی کرد، این کار را انجام داد، چی لازم می شود؟ اولا توبه به سوی الله سبحانه و تعالی، توبه به سوی الله سبحانه و تعالی می نماید و باید باقی مانده آن روز را از خوردن و نوشیدنی ها باز می‌دارد، خودداری نماید و قضای آن روز را بیدارد و سپس کفاره شدیدی بر بالای او هست، کفاره مغلظه میگن شدیدی، که در حدیث از ابی هریره رضی الله عنه در این مورد ذکر شده است. میگه بینما نحن جلوس عند رسول الله ان النبي صلی الله علیه و سلم اذ جاءه رجل فقال، یک من در نزد رسول الله نشسته بودم که یک مرد نزدیک اومد و گفت یا رسول الله هلکت، ای رسول من هلاک شدم. قال ما هلک، ما لك، چی شد رسول؟ قال وقعت على امرأة، من بر زنم و بر بالای زنم قرار گرفتم، همخوابگی کردم و من در حالی که روزه‌دار بودم. و رسول الله گفتن هل تجد رقبة، آیا تو یگام رقبه، یگام غلامی رو، یگام برده رو میتوانی آزاد کرده؟ گفت لا، گفت نمیتونم ای رسول الله، من این توان ندارم. گفت هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، آیا میتوانی 2 ماه رو پی در پی روزه بداری؟ گفت نه ای رسول الله، نمیتوانم.
قال فهل تجد اطعام 60 مسکین، آیا تو 60 مسکین رو طعام دادن میتوانی؟ گفت نه، مسکین بودن. روایت بخاری است. پس این کفاره روشن‌تر بیان کردن این 3 مرحله دارد با ترتیبی که رسول الله گفتن. اول آزاد کردن برده. اگر توان آزاد کردن برده را ندارد 2 ماه پی در پی روزه داشتن. اگر این 2 ماه را هم پی در پی توان روزه گرفتن را ندارد، سپس سوم 60 مسکین را طعام می‌دهد. سپس 60 مسکین را طعام می‌دهد. از همون طعام مابینی که خود می‌خورد، از غذای معمولی خود 60 مسکین را طعام می‌دهد. پس این کفاره ای که است، این به انتخاب شخص است یا که این حتمی است یا که این با ترتیب بوده می شود. این کفاره حتمی است و حتما با ترتیب بوده می شود. واجب است که با ترتیب باشد. به خواهش شخص وابسته نیست. اگر از غذا دادن عاجز باشد، پس اگر از آزاد نمودن غلام عاجز باشد، سپس 2 ماه پی در پی روزه می‌دهد. اگر از اینم عاجز باشد نتواند، سپس 60 مسکین را طعام می‌دهد. خزانه باید نختون خورد. خوره بدون خوره کجا خورم است. پس آیا در روزه کفاره پی در پی بودن این روزها شرط است؟ اگر کسی روزه بدارد، مثلا اگر در بالای زنش افتید، جما کرد، آیا این را پی در پی روزه شرط است یا اینکه بدون این؟ بله، این از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدن می شود که 2 ماه پی در پی انسان روزه بدارد، مگر اینکه اگر عذر داشته باشد. مگر اینکه عذر داشته باشد شریعت اجازه افطار میدهد، مثلا بیماری. پس پی در پی این قطعی است، حتمی است، لازمی است. اگر انسان 50 روز روزه داشت، 1 روز رو به اختیار خورد، اینش قبول نمی‌گردد، با اثر روزه می‌دارد. پس کسی که پی در پی روزه داشتن را آغاز کرد، پس که پی در پی در ماه رمضان واقع شد و پی در پی روزه داشتن را آغاز کرد، بعداً با سبب بعضی از عذرها، بیماری یا که حیض که پیش آمد، چیکار کند؟ پس با سبب این عذرها روزه انسان اگر حیض بود روزهش میشکند، درست است که روزه می‌دارد. سپس بعد از پاک شدن آن را ادامه می‌دهد. یا که بیماریش برطرف شد، روزهش را ادامه می‌دهد. پس کسی که به سبب‌های شرعی نتوانست این روزه کفاره را بگیرد و چگونه باید غذا را اجرا نماید، غذا بدهد؟ باید شخصی که اگر نتوانست 60 روز روزه بدارد، باید 60 مسکین را خوراک بدهد، یا یک جا همگی یک باره یا جدا جدا. مقصد دادن 60 مسکین، یک جا طعام را میپزی از خوراک مابین خود، 60 مسکین را چی میدهی، چی فریاد میکنی میخورن، یا که جدا جدا هر کدام هر انسان را. پس معیار قادر بودن بر روزه چی است؟ بر کسی که کفاره جما همخوابگی واجب شده است، معیار آن مسئله قدرت. پس هر کی میدوند از حالت خود که وای بر این قادر است که قادر نیست. پس آیا از
شخص پرسیده میشه که تو بر این قادر هستی یا قادر نیستی. اگر در جواب ها گفت پس من میتوانم از اراده خود باور دارد، پس 2 ماه را پی در پی روزه میدارد، یا که غلام را آزاد می‌نماید 2 ماه پی در پی روزه میدارد، یا اینکه 60 مسکین را کفاره میدهد. پس اگر مرد و زنی که در این ماه رمضان با همدیگر واقع شدن، آیا دیگر عذرهایی هست بجز بیماری و سفر و برای زنها حیض؟ دیگر بیماری هست، دیگر عذرهایی هست که روزه کفاره که مربوط بر جماع است مانع شود؟ الله اعلم. شاید کسانی که به نهایت ضعیف باشند و 2 ماه پی در پی طاقت روزه داشتن آن را ندارند، نمیتوانند، یا اصلا مالی ندارند که بعد این همچنین 60 مسکین را طعام بدهند. و الله سبحانه و تعالی را غفور و رحیم خواهند یافت. یا که با سبب جراحی، انسان جراحی که می نماید اینم می تواند عذر شده. پس سوال می شود که آیا کسی که برای کفاره که بر دوش او واجب شده است هیچ چیز قادر نیست که یکی از اینا را انجام بدهد، بر او چی است؟ چی حکم دارد؟ پس شخص قادر به هیچ یکی از این کفاره ها دادن آن ندارد، همه چیز از او ساقط می شود و بر او کفاره نیست دیگر، بر او دیگر هیچ کفاره نیست. و آیا حکم کفاره جماع زن را هم در بر میگیرد؟ مرد با همسر خود نزدیکت، آیا زن را هم در بر میگیرد؟ بله. اگر زن بر او روزه واجب است، با رضای خود با همسرش واقع گشت، حکم هر دو را فرا میگیرد. هر دو در این گناهکار هستند، هر دو در این کفاره میدهند. اما سوال نوبتی، آیا روزه زن باطل می شود اگر شوهرش او را مجبور کرده جماع کند؟ با مجبوری. اگر با مجبوری باشد روزه زن این هم، زیرا این کار با مجبوری رخ داده است و پس این تأثیر عمل از او برداشته می شود و او روزهش رو تمام می کند و برای او کفاره هم نیست. اما اگر شخصی نداند که جماع کردن همخوابگی از محرمات روزه است، آیا روزهش باطل میشه؟ کفاره بر او لازم است؟ کسی که نمیدوند که حرام است روزه، یا که نمیدوند که این کار در رمضان حرام است و روزهش میشکند و مثل این انسان جاهل بودنش ممکن است، این انسان معذور عذرناک حسابیده می شود و بر او چیزی نیست اگر این گونه انسان باشد. پس آیا جاهل بودن در حکم پیشینه که بیان کردیم، نزدیکی با همسرش، این چی معنا دارد؟ چون بعضی از مردم از حرام بودن جماع با زنش در رمضان را نمیدونند. مثلا کسی که تازه مسلمان شده است، کسی نو اسلام را قبول کرد، شاید از این بیخبر باشد، پس برای این بنده ای که نو تازه مسلمان شده با زنش نزدیکی کرد، برای کفاره نیست. اما اگر تنها این را میدونست که تنها از حکم کفاره بخبر بود، نمیدونست که در این حکمش این کفاره باید 2 ماه پی در پی روزه بداری که 60 مسکین تمام بدهی، اگر این رو ندانست، این دانستش برای او از سر او ساقط نمیکنه این کفاره را، او را حتما میدهد. پس آیا این حکم بودن تنها با جاهل بودن از کفاره دخل دارد یا که نه؟ پس کسی میدونه که جماع در روز رمضان حرام است،
و کسی نمیخواهد که کفاره برای او واجب می شود، یا کسی نمیدوند که کفاره برای او واجب می شود اما جیما رو که جایز نیست و این خودش من نماید، ولی که نمیدوند که بیچاره مسکین که کفاره برای او واجب می شود این 2 ماه. آیا وای شخص معذور عذرناک دانسته می شود؟ نه. پس اگر این کار را کرد برای وی کفاره لازم است، 2 ماه کفاره می دهد. ندونستن وای بیچاره مسکین که وای 2 ماه کفاره می دهد، 2 روزه می دارد که 60 مسکین کفاره می دهد، این ندونستن وای این عذر را از سر وی ساقط نمی کند. اگر جیما همخوابگی در رمضان با همسر خود در یک روز رمضان یا که یک چند روز رمضان یا که در یک رمضان در یک روز چند بار واقع شد، حکمش چی است؟ آیا کفاره هم تکرار می شود؟ اگر انسان در یک روز با همسر خود چند بار همخوابگی کرد، یک کفاره برایش واجب است. در یک روز در روز رمضان با چند روز با همسر خود همخوابگی کرد، برایش یک کفاره واجب است. اگر 2 روز یا بیشتر از 2 روز با همدیگر پی در پی اگر که این کار انجام یافت تکرار شود، برای هر روزی و کفاره واجب می شود. چون هر روز عبادت جداگانه است. یک روز یک عبادت الهیده است، اگر چند بار همخوابگی کردی یک کفاره میدهی، ولی اگر یک چند روز شد یک چند روز کفارهش رو میدهی. دیگر اگر یک چند شد خدا داتی پیسرش دیگر 5 روز کردی 1 روزه میداری. اگر کسی مسافر باشد روزه سفر رو گرفته باشد، در سفر روزه گرفته باشد، بعد روزانه با زن جماع کند، کفاره هست، قضایی هست، کفاره هست. و اصلا در سفر بینه که روزه داشت، ولی که در سفر در روزهش با همسرش نزدیکی کرده، آیا برای کفاره و روزه هست؟ بر او تنها قضای آن روز واجب است و بس، نه کفاره. چون بر شخص مسافر در اصل چی از اجازه خوردن هست، ولی اون با خواهش خودش گرفت، برای کفاره نیست. اگر فراموش کرده روزه را خورد، مسافر فراموش کرده روزه را خورد، سپس فهمید که روزه‌دار بوده است، آیا روزهش باطل شده است؟ یا قصداً با بدنش جماع کرد، بر او چی است؟ بر او قضای همان روز واجب میگردد و بس. قضای همان روزی که مسافر در سفر روزه‌اش را خورده بود یا با همسرش نزدیکه، فقط قضای آن واجب است و بس. کسی که قصداً افطار را نیت کرد و سپس قصداً با بدنش جماع کرد، شخص مسافر، آیا برای کفاره هست؟ بر او کفاره نیست، اما قضا برای او واجب است. ولیکن اگر کسی که قصداً در غیر سفر افطار کرد و قصداً با زن خود جماع کرد، میدونید که همین کار جایز با جماع کرد، افطار کرد، چی حکم دارد؟ برای توبه نصوح، توبه خالصانه با سوی پروردگارش لازم است و کفاره روزه آن روز خوردگی لازم است و کفاره آن روز خورده را دادنش لازم است. گرفتن آن روز و کفاره آن روز. کسی که با سبب جماع روزه‌اش را ویران کرد سپس مسافر شد، بر او چی است؟ با سبب جماع کردن روزه‌اش را ویران کرد، سپس مسافر شد، یعنی پیش سفرش، بر او توبه و استغفار لازم است. سپس قضای آن روز واجب است، سپس کفاره در گردنش لازم است.
سوال نوبتی کسی که با همسرش جیما کرد، نزدیکی کرد و گمان آن که فجر هنوز ندرآمده است، بعد فهمید که صبح دمیده است، این مسکین نفهمیده است. این چه حکم دارد؟ بر او هیچ چیزی نیست، نه قضا است نه کفاره، بلکه روزش را کامل می‌دارد. و گفتیم کسی که اگر در یک روز اگر یک چند بار با همسر خود نزدیک است، یک کفاره دارد، اما در چند روز کرد همه کفاره را ادا می‌نماید. شماره آن روزها را حساب کرده همه اینا کفاره آن را ادا می‌نماید. سوال نوبتی حکم کفاره جیما در دبر علاقه از پشت در پشت چی است؟ در رمضان در غیر رمضان این اصل حرام است. در رمضان و غیر رمضان این اصل حرام است. یکی از گناهان کبیره است، بزرگ است و توبه برای انسان لازم است، واجب است. و بر آن انسانی که این کار را انجام داده است کفاره بر وی لازم می‌گردد. مثل پیش. سوال نوبتی زن چیکار کند تا شهوت شوهرش بیدار نشود؟ زنی که میدوند که شهوتش به هر کاری که بیدار میشود یا شهوتش را اداره کردن نمیتواند، باید از او دوری بجوید. در این ماه خود را برای شوهرش زینه ندهد، آرایش نکند، اینها را ترک کند، به خاطر ترس این که تا شهوت شوهرش بیدار نشود و در گناه گرفتار نشود. کسی که میخواست با زنش جما کند، یک کس میخواست با زنش جما نماید. اول با خوردن افطار کرد، بعد با همسرش نزدیکی کرد تا از این کفاره گریزد، دور شود. حکم کارش چی است؟ اول میخورد، سپس نزدیکی میکند، چون با خوردن تنها کفاره است. یکی با جما چی است؟ با خوردن تنها قضا است. با جما چی است؟ کفاره است. اول خود سپس جما کرد. میفرماید که این گناهش سخت‌تر است، زیرا این بنده حرمت ماه را دو بار شکست. یک بار با خوردن، دیگری با جما کردن. حیله کرد. برای همین میفرماید که کفاره برای وی استوارتر است، واجبتر است و دیگر راه گریز ندارد، حتمی است. بعد اونه که توبه نصوح واسه الله سبحانه و تعالی میکند، بعد توبه کردنش. اگر کسی که بعد از اذان فجر همخوابگی رو ادامه داد، چی کند؟ اذان فجر گفته شد ولی با همسرش نزدیکی دارد. اگر هر کسی که در این هنگامی که فجر دمیده می شود و اذان گفته می شود، در این حال اگر این رو ادامه بدهد، اولا پیش از این اول فوراً باید خود دست بکشد. مادامی که اذان شنید، فجر دمید، صبح دمید، درحال دست میکشد، برای چیزی نیست. ولیکن اگر که صبح دمید و در این قرار نگرفت و کارش را ادامه داده گرفت، روزه‌اش فاسد می شود. یکم حالت روزه‌اش صحیح میگردد اگر ایستاد، دوم حالت روزه فاسد میگردد اگر نه ایستاد. روزه‌اش فاسد میگردد، بعضی این در گناه گرفته میشد، بعضی این کفاره برای وجود میگردد. در قسمت دوم
اما برخلاف این کسی که پیش از فجر جیما کرد، هنگام شنیدن اذان ایستاد، ولی بعداً منی بر اومد. همین اذان گفته شد منی بر اومد دیگه، ایستاد، خودش قرار گرفت. حکم این روزه‌اش چیست؟ روزه‌اش صحیح است، زیرا آنچه را که بر او لازم بود پیش از این انجام داد، دیگر در این حالت خود را برآورد، دور کرد. چون این معنی که برآمد از آن نزدیکی پیشینه بود، نه انمین از این نزدیکی که کرده است. پس برای او چیزی وجب نیست در این هنگام. پس کسی که در روز رمضان به عذر شرعی افطار کرد و سپس بعد از آن با اهلش جیما کرد، نه قصدن، قصد جیما رو در اول نداشت، روزه‌اش رو خود سپس با اون نزدیک کرد، آیا کفاره برای او لازم است؟ بله، کفاره جیما بر او واجب است، چون وای از این امساک، از این ادامه دادن خودداری نکرد، دیگر از این خودداری نکرد. مسئله بعدی آنچه که بر قی کنی وابسته است. قی میدونی نه؟ بر وعدن وابسته است. پس مقصد از قی کردن این عنوان چی است؟ یعنی بیرون کردن آنچه که در داخل معده است، این را قی میگویند که به این بر روزه تأثیر دارد. و دلیل آن که این قی کردن بر قصد از مفسدات و از ویران کننده های روزه است، حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است. گفتن کسی که به اختیار قی کند قضایی بر او نیست، در بالا خوانده ما، اما کسی که قصداً قی کند بر او روزه واجب است، روزهش میشکند. پس شرح این حدیث بالا یعنی هر کسی قصداً قی کند به هر وسیله قضا بر او لازم است، قصداً اگر قی کرد. اما اگر به قصد باشد قی کردن، روزه اش نمیشکند، زیرا به اختیار خود قی کرده است. اگر کسی میخواست قی نماید و قی بیرون نبرآمد، چی میشود حکمش در این حالت؟ در این حالت چی میشود؟ اگر میدونید که این قی کردن از باطل کننده های روزه است، پس او انسان نیت افطار کرده است، روزهش فاسد میشود اگر این رو با اختیار کرده باشد. اما اگر روزه‌دار به اختیار قی کرد، گفتیم روزهش نمیشکند، ولی که اینجا نقطه دیگر به اختیار قید کرد و چیزی از آن سپس فرو برد، حکمش چی است؟ حکمش چی است؟ اگر بدون قصد بود، بدون اختیار بود، روزهش نمیشکند و قضا هم بر او واجب نیست. سپس آن چیزی که بر دودیلگی وابسته است. مقصد از تردد دودیلگی چی است؟ یعنی قطعیت نداشتن، دودیله بودن در نیت، این رو تردد میگویند. امام احمد رحمت الله علیه نقل میکند که از واجب آن را بسندگی نمیشمارد تا آن دمی که انسان قطعی نیت نکند. نیت قطعی که تمام روز روزه می‌دارد. و قول راجح خیلی روی خوریم، خیلی روی اینجا داشتیم، خیلی قول راجح
یعنی قول قویتر در این مسئله کدام است؟ قول راجع، قول قویتر الله داناتر از این است که روزه با پیدا شدن تردد دودیلگی باطل نمی شود مگر اینکه اگر آن را انسان به یقین تبدیل بدهد. پس حکم کسی که به سبب پیش آمدن دودیلگی در روزه از روزه گیرم روز نگیرم، این حکمش چی است؟ و قول راجع گفتم آن است که روزهش باطل نمی شود و نووی در مجموع گفته است و در مورد قطع گفته است که کسی اگر نیت نماید که بعد از 1 ساعت افطار میکند روزهش باطل نمی شود گفته است، ولیکن عزمی قطعی نکند. و علتش این است که سببش این است که روزه‌دار از اول برای روزه معین سحرخوری برخاست و روزه گرفت، قصد نیت کرد. پس این قصد اساسی هست که انسان برای آن برخاسته است یا که برای آن نیت کرده است. و روزه ترک خودداری از خوردنی ها و نوشیدنی هاست، این کار انجام داده است. بارک الله فیکم. مسئله دیگر آنچه که در باب روزه قرار گرفتیم در بیان وابسته بر زنها است، آنچه که به دوره ماهانه حیض وابسته است در این رمضان، در این روزه. آنچه که به دوره ماهانه زن از حیض وابسته است. آیا بر زن واجب است که درباره حکمهای حیض، نفاس و استحاضه پرسد و این را بیاموزد؟ آیا برای این جایز است؟ از مرد، از زن، از دانشمندان؟ بله، این حکم روا و جایز است، زیرا هر دختری که بالغ می شود و در این مسئله او روپرو می شود، مخصوصا با حیض، و می داند که این کار برای او لازم است و پرسیدن او این مسائل رو برای وی هم جایز است و شرم در این است. سؤال نواتی بعضی از دختران از پرسیدن اهل علم در مسئله های حیض شرم دارند. حکم این کار چی است؟ این شرمداری ناپسند است. این شرمداری ناپسند است، ناپذیر است، زیرا برای انسان لازم است که از دانستن آن مسائل شرعی از حق است در آن شرم ندارد. اما سؤال نواتی حکم روزه برای زنی که حیض یا نفاس دارد چیست؟ برای هر دوی آنها، زن حیضدار و نفاسدار، برای هر دوی آنها روزه به هیچ وجه جایز نیست و از آنها قبول هم نمی گردد. با گفته قول رسول الله صلی الله علیه و آیا وقتی که زن حیض می بیند نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد؟ گفتم بله، روایت بخاری. اینکه وقتی حیض می شود در دوره حیض بر او روزه واجب نیست، نه نماز نه روزه. اما روزه قضا داده نمیشد، قضا گرفته نمیشد، نه نماز خوانده نمیشد. آیا بر زنی که در ماه رمضان در حیض قرار شد و سپس پاکیزه شد دوام ماه را روزه داشتن و بعد رمضان قضا داشتن واجب است؟ بله. اگر زنی که در ماه رمضان روزه داشت و حیض شد سپس پاکیزه شد روزه را کامل می نماید، بعد پاکیزه شدنش غسل، شستن، نماز را شروع کردن و روزه را دوام رمضان روزه گرفتن و بعد رمضان آن روزهایی که در این روز حیض شده بود آنها را قضا می دارد. و دلیل آن حدیث عایشه رضی الله عنها است که به ما چنین امر می شد، یعنی در حیض که قضای
روزه کنیم ولی برای قضای نماز امر نشده ایم. پس زنی که در رمضان در حالت حیض قرار گرفت، زنی حائض میگویند زنی حائض روزه های قضای رمضان را کی بگیرد؟ زنی که با این سبب های شرعی روزه ماه رمضان را گرفته نتوانست، چند روز از آن را بعد رمضان میتونه آن روز را روزه بدارد، پس از رمضان قضا بدارد. یک شخص بیمار همچنین و در این امر وسیع است، میتواند پی در پی بگیرد یا که جدا جدا بگیرد. اگر حیض در روز رمضان به وجود آید، روزدار است در روز رمضان حیض به وجود آمد، حکم وی چی است؟ چی می شود؟ روزه این هنگام باطل می گردد، حتی اگر کم اندک پیش از غروب نشستن آفتاب هم باشد روزهش باطل شد. پس مادامی که روزه فرض است، قضای آن را سپس می دارد، آن روزی که یک اندک هم ماندگی بود. آیا برای زن قضای روزه نفل، روزه اختیاری لازم است؟ نه، قضای روزه نفل نه بر زن نه بر مرد این واجب نیست. آیا برای کمترین یا که بیشترین حیض مقداری معلوم در روزها هست؟ اما با قول صحیح و درست حد معین با روزها را ندارد، زیرا الله می‌فرماید که در سوره بقره که از تو ای پیامبر درباره حیض میپرسند، یسألونک عن المحیض، از باره حیض میپرسند، بگو آن آزار است و در حالت حیض با زنان نزدیک نشوین، از زنان کناره‌گیری نمایید، با آنها نزدیک نکنین تا آن دمی که پاک شوند. پس وقتی که پاک شدن و غسل نمودن سپس با آنها نزدیک نمایید. پس الله سبحانه و تعالی برای انجام آن روزهای معینی را تعیین نکرد، بلکه انجام این حیض را با پاکی، مادامی که پاک شدی، با این تعیین کرد. پس این دلالت می‌نماید که علت این حکم بودن حیض است و وقتی که حیض است حکم ثابت است و چون زن پاک شد احکام آن بر او احکام از او برداشته می شود. اگر زن در خردسالی حیض بیند آیا روزه بر او لازم است؟ بله، چون اگر زن از خردسالی، از هر سن سال اگر حیض دید، یعنی او زن به بلاغت رسیده است، رشد کرده است، نشو و نما یافته است، روزه و تمام عبادت‌های دیگری که بر دوش او واجب است، از نماز، از روزه، از حجاب، هر سه که هست لازم است. و یکی از دلایل بلوغ زن این حیض است. و حکم زنانی که در دوره حیض مهلت معین، مسئله 7 روز است، میگذرانند چیست؟ پس این که 7 روز میگذرانند، 7 روز رو فقط روزی معین شده خود قرار میدهند، اگر عادت آنها باشد اشکالی ندارد. اما این رو فقط 7 روز قرار بدهند دلیل شرعی ندارد، چون در زمان نبوت، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ضرورت و بیان آن وجود داشت. برای همین علما می‌فرمایند که هر وقت که زن همان خون معروف را اگر دید، خون حیض را، پس در حیض است، به آن که اون وقت معینی را ذکر نماید که ذکر شود. اما اگر خون پیوسته آید ادامه کند، حکم در این حالت چی می شود؟
اگر با زن خون همیشه ادامه کند که هرگز قطع نمی شود یا فقط یک مدت کمی قطع می شود مثل 1 روز یا 2 روز در ماه، پس این حکم استحاضه حساب می شود نه حکم حیض. حکم استحاضه می شود نه حکم حیض. اگر زن نزدیک به وقت عادتش، نزدیک به وقت عادت حیضش و روزانه نشانه های آمدن دوره حیض را حس کرد، این را حس کرد ولیکن هیچ خونی را ندید، حکم روزش چی می شود؟ اگر این را حس کرد و حیض آمد روزش فاسد می شود، اگرچه یک لحظه پیش از غروب هم باشد. اما اگر این را حس کرد و خون آمد بعد غروب، بعد نشستن آفتاب، روزش صحیح است، برای قضای نیست. اما اگر این را حس کرد و ولیکن خون نآمد، روزش صحیح است، درست است، برای هیچ قضای نیست. چون خون در درون شکم هیچ حکم ندارد، بر آمدن آن حکم میگیرد، تنها با دیدن آن حکم ثابت می شود. اما پیش از آمدن خون حیض اگر که زرداب صفر میگویند یک مائع تیره کنده نزدیک به خون پیدا شد، حکمش است. پس این زردی پیدا میشه و این تیرگی پیدا میشد پیش از آمدن حیض، این حیض حساب نمی شود، چون حکم شرعی به آمدن خود انمو خون معروف از حیض حساب می شود، با آن پیوسته است. اما اگر در روزهای عادت ماهانه همین زردی و همین تیرگی پیدا شود، حکمش چیست؟ در روزهای عادت ماهانگی در این حالت حکمش چی می شود؟ اگر زن در این روزهای عادت ماهانه خود، روزهای عادت ایام حیض است، روزهای حیضش زردی که تیرگی بیند، حکم بر این می شود که آن عادتاً در حیض حسابیده می شود. اما زن پاکی را پس از حیض چگونه می شناسد؟ زن پاکی را بعد از حیض چگونه می شناسد؟ اولا گفته مائع سفید است، مانع سفید که از رحم پس از انجام حیض خارج می شود، نشانه پاک شدن آن همان است، آبی سفید بگوییم. دوم خشکی، پاک شدن. اگر زن با پختر که مانند این سنجید دید که چیزی از آثار آن باقی نمانده است، پس وی پاک شده است، از برای عبادت خود را آماده می سازد. پس اگر یکی از این نشانه‌ها پیدا شود، پس بر وی حکم این می گردد که غسل نماید، نماز بگذارد، روزه بدارد و احکام را رعایت نماید. اما اگر که زن پاکی یقین را در حیض ببیند، مثل همون خشک شدن یا که مائع سفید، این را دید، بعد از پاکی یا زردی یا که تیرگی آمد، این حکمش چی است؟ این حیض به حساب نمیرود. این هنگام نماز و روزه‌اش را میگذارد. ام عطیه
رضی الله عنه گفت که ما بعد از پاکی زردی و تیرگی چیز حساب نمی کردیم. ما بعد از پاکی زردی و تیرگی رو اینها رو دیگر در حیز حساب نمی کردیم. روایت بخاری است. بعد از پاکی آیا زن باید زود غسل کند وقتی خون کم می شود، یا وقتی خون کم می شود زن زود غسل نماید تا روزه و نماز رو دریابد؟ در این حالت باید زن شتاب نکند. تا پاکی کامل را نبیند باید شتاب نکند. چون می‌فرماید که زیرا بعضی از زنها حال پاک نشده کاملا پاک نشده زود غسل می نمایند. و عایشه رضی الله عنها به زنها میگفت که شتاب نکنید تا همون کیسه سفید را ببینید. در روایت بخاری. پس اینجا گفتم که اگر زن باید زود غسل نماید وقتی که خون کم می شود و نماز روزه را سر نماید که جا را گفتیم و در این حکم پیشین، این معنای آن را دارد که زن یک روز یا 2 روز انتظاری پاک شدن خود را ببیند بکشد. نه، این حکم را ندارد. روزهای عدد خود را میدوند. از هر وقتی معلومش پاکیش رسید و این تحقیق یافت زردی و این زردی رو ندید، خشک شده است، پس غسل میکنه، نماز رو میگذاره و روزه رو میدارد. اگر خون بازگردد این هنگام، بعدی پاک شدنش خون بازگردد، آیا این روزه اش رو تأثیر میرساند؟ اگر این از عادتش نبود، اگر خونی حیض بازگشت، او افطار میکند و روزه اش رو قطع میکند تا دمی که خون در وقت عادتی که داشت تماما کاملا پاک شد و به اتمام میرسد. و زنی که در حالت پاکی روزه داشت، در حالت پاکی روزه گرفت، بعد سحری فهمید که او پاک است، یکی شبهه پیدا کرد روزهش درست است یا باید پاکی را انتظار شود. زنی که اگر که در حالت پاکی قرار داشت و سپس سحری فهمید که وی حیض شده است یا بیگاهی فهمید که وی حیض شده است، روزهش دیگر درست نمیگردد، باید قضای همون روز سپس بدارد. اما اگر که زن آخری از روزهای پاک شدنش را حس کرد و سحری فهمید که چیزی از او مانده است تا حال پاک نشده است، در این حالت برای او هم لازم می‌گردد که روزه‌اش را افطار کند و قضای آن را هم بدارد. و سوال نوبتی، آیا کسی اگر بداند که عادتش پگاه است، عادت ماهانش پگاه است، آیا برای وی لازم است که افطار نماید؟ برای وی لازم است که افطار نماید. پس زنی میدونه که عادتش پگاه است، پگاه حیضش میآید، برای وی ادامه دادن آن روزهش لازم است. انتظار نشود، روزه را بدارد تا آن دمی که خون رو بیند. پس اگر زنی
که در حالت حیض یا که نفاس است در میانه روز اگر که پاک شد، آیا بر او امساک باز داشتن و روزه گرفتن لازم است؟ نه، بر او لازم نیست. اگر در نیمه روز پاک شده باشد میتواند بخورد و بنوشد، زیرا خوردن وی برای سود نمیرساند و بر او قضا واجب است. از ابن مسعود نقل شده است که هر کس اول روز بخورد آخر روز هم بخورد. پس سوال نوبتی: آیا برای زنی که در حالت حیض قرار دارد برای وی جایز است که در حالت روزه که در حیض قرار دارد از خوردنی ها و نوشیدنی ها خودداری نماید و خود را آنطور نشان بدهد که روزه‌دار است؟ اشکال ندارد. برایش در این حالت جایز است که چیز در نزد مردم طعام نخورد تا از سخن کسانی که حالت زن را نگاه داشته نمیتوانند نمیفهمند دوری از سخن آنها و میتواند پنهانی بخورد. اشکالی ندارد. آیا در ماه رمضان استفاده بودن این داروهایی که ماهانه را باز می‌دارد جایز است؟ داروهایی که ماهانه را باز می‌دارد آیا استفاده بودن اینها جایز است به خاطر گرفتن روزه؟ اولا بسیاری از طبیبان ذکر کردند که استفاده بودن اینها برای انسان، برای زن زیان دارد. از حالت طبیعی زن را میبرارد، این حالت او را برهدر میدهد و از جمله سبب زخم شدن در رحم زن میگردد و ویران شدن وقت دوره زنی میگردد، به ترتیبی پیدا شود و مشکلات های دیگری هم برای زنها در عبادت هایشان پیش می آید. خاصتا اگر که زن دختر باشد، خاصتا اگر زن دختر باشد برای وی تأثیرش با بیشتر میرساند، حتی با عقلش، با هوشش شاید تأثیر هم برساند. در عقل، در طبیعت. پس از این برمیاد که منع کردن این با این استفاده بودن داروها برای روزه داشتن این امر نادرست است، به خاطر این ضررهای در وجود نشود. برای آنها باید از این داروها احتیاط نمایند. یا اینکه بعضی از مردمی هستند که به خاطر آن 10 روزی که از ماه رمضان آخرش مانده است، یک چند روز از ماه رمضان آخرش مانده است، به خاطر آنه که خیلی این روزها را روزه بدارد این داروها را استفاده میبرد. پس برای این زن حائض لازم است که این حالتهای طبیعی که خود باقی هست با اون فطرتی که الله را آفریده با همان مخصوص قرار بگیرد، نه اینکه استفاده برد با دعا، با تلاوت قرآن، با کارهای عملهای صالح، انجامها دیگر عملهای نیک، این برایش نیکوتر است. پس سوال نوبتی: آیا زن هنگام استفاده این داروهایی که خون را قطع میکنه در ماه رمضان میخواد روزه بداره قطع میکنه، آیا این خون قطع شد آیا او پاک طاهر حسابیده میشود یا نه؟ پس اگر زن چنین دارویی بگیرد که با تناول آن خون پاک میشود، بله، پس او طاهر و پاکیزه حسابیده میشود و بر او روزه واجب است و این روزه از او قبول و پذیرفته میشود. اگر فجر دمید، نماز فجر صبح دمید، در حالی که زن در حالت حیض بود، صبح الکی دمید در حالی که زن در حالت حیض بود، بعد اندکی پاک شد، آیا روزه بر او واجب است؟
و او هنوز در حال حیض و سپس پاک شد، روزه او درست نمی‌گردد. حتی اگر یک لحظه هم باشد، یک لحظه پس از دمیدن صبح هم باشد که پاک شد، روزه او صحیح نمی‌گردد. آیا نیت روزه از طرف زنی که در حالت حیض است یا که نفاس است پیش از غسل کردن برای او این امر جایز است؟ نیت روزه پیش از غسل، سپس نیت نماید، که نیت نماید سپس غسل نماید. بله، نیت روزه را می نماید. زن حایض یا نفسا اگر شبانه قطع شد، پاک شد، برای پگاه نیت کردن روزه داشتن است، روزه داشتنش، پس در این حالت روزه همون زن درست و صحیح می گردد. حتی میگویند که بعد از فجر هم اگر غسل کرده باشد، حتی اگر بعد از فجر هم غسل کرده باشد، پیش از فجر پاکیزه شد، نیت روزه رو کرد، ولی که بعد از فجر غسل کرد، روزهش گفتن درست میگردد. الله اعلم. اگر زن پیش از اذان فجر پاک شود ولی که بعد از اون غسل کند، آیا روزهش درست است؟ گفتیم بله درست است. این را قیاس کردن با حالت شخصی که در جنابت قرار دارد، با دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها که گفتند که پیامبر صلی الله علیه و صبح را در میافت در حالی که جنوب بودند، از جماع، از همخوابگی، نه از احتلام. سپس غسل میکردن، روزه میگرفتن و سپس غسل میکردن. در روایت بخاری و مسلم است. اما کسی که شبانه پاک میشود ولیکن غسل رو قصداً به تأخیر میاندازد، شب پاک شد ولیکن قصداً غسل رو به تأخیر میاندازد تا آرام بگیرد، مطمئن شود که پاک است، حکمش چی است؟ حکم روزهش چی است؟ روزهش صحیح است، ولیکن برای ادای نماز فریضه در وقتش باید زود غسل نماید، از برای ادای نماز قدم بگذارد. اگر بعد از نشستن آفتاب، بعد از غروب آفتاب زن حیض دید و پیش از خواندن نماز، آیا روزه‌اش ویران شد؟ نه، روزه‌اش درست است و برای او قضایی نیست، کاملا درست است. و برخی از علما گفتن که انا همین روزه نماز مغرب رو، نماز شام رو بعد از پاک شدنش قضا بدارد گفتن. و برخی از علما گفتن که مادامی که عذرش شرعی است برای قضایی نیست. اگر زنی که در حال حیض است شبانه پاک شود و بگوید که من سحر پاک می شوم، زنی که در حال حیض است شبانه بگوید که من سحر پاک می شوم و نیت گرفتن روزه دارم، اما پاکیش را تنها بعد از فجر، بعد از صبح دید، حکمش چی است؟ روزهش درست نیست. دختر خردسال حیض دید و از شرم بر اهل خانواده‌اش خبر نداد و روزه گرفت، حکمش چی است؟
بر او قضای آن روز حکمش این است که اول به این کار را انجام ندهد و به سوی الله توبه کند. در این مسائل شرم و حیایی نیست. این نقطه اول. نقطه دوم این است که بر وی قضای بعد رمضان آن روزایی که حیض شده بود آن روزها روزه می‌دارد. زیرا زن در حالت حیض برای مکلف نمی شود که روزه بدارد و نشانه زن است. آیا برای زنی حیض زنی که در حالت حیض قرار دارد خواندن قرآن جایز است؟ بله، خواندن قرآن به طور صحیح و درست جایز است. چی احتیاج داشته باشد چی احتیاج نداشته باشد خواندن قرآن برای جایز است. آموزگار هنگام تلاوت قرآن، طلبه هنگام در پیش معلمش خواندن برای آموزش اشکالی ندارد. آنچه که ذکر شده است دست زدن آن جایز نیست. حکم حاضر شدن زنهای حائض، زنهایی در حال حیض هستند، در مسجدها چیست؟ مخصوصا در ماه رمضان برای زن حائض در مسجدها نشستن و ایستادن جایز نیست، اما در مسجد از مسجد برای ضرورت عبور کردن گذشتن باک ندارد و دلیل آن امر پیامبر صلی الله علیه و بود که برای نماز عید به مصلی به جای نمازگزار گفتن بیروند بیرون شوند. به زنهای حائض امر کرد بیرون شوند، اما گفتن به جای نمازگزار نزدیک نشوند. اگر شوهر از زنی که در حیض قرار دارد جیما طلب کند حکمش چیست؟ جیما بین زن و شوهر در حالت حیض حرام است. جیما با زن و شوهر در حالت حیض حرام است و این امر قطعا و جایز و روا نیست، مخالفت امر الهی را کرده است. چون الله می‌فرماید که فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله، هنگامی که پاکیزه شدن پاک شدن در اول باید یسألونک عن المحیط تو را از حیض میپرسند، قل هو اذی فاعتزلوا النساء، و بو یک اذیت است، زنهای خود در این هنگام حیضشان دوری بجوید از زنهای خود. ولا تقربوهن حتی یطهرن، به آنها نزدیک نشد حتی که پاکیزه شوند. پس بر زن مرد بر زن واجب است که در این هنگام از شوهرش مخالفت نماید، به طلب آن راضی نشود، زیرا این انجام دادن این کار حرام است و اطاعت مخلوق در مخالفت فرمان الله جایز و روا نیست، در معصیت الله جایز و روا نیست. اگر شوهر در آخر عادت ماهانه طلب کند که همخوابگی کنیم، آیا زن موافقت کند؟ در آخر عادت ماهانه‌اش اگر به اتمام رسیدن است، به اتمام نرسیده است، عادتش برای وی جایز نیست. اما اگر به اتمام رسیده باشد و طاهر شده باشد، پاکیزه شده باشد، در غیر رمضان برای او جایز است در روز، اما در رمضان در شب اشکالی ندارد. بعد غسل، اما بعد غسل، چون الله میفرماید که فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم، فاذا تطهرن هنگام پاک شدن و غسل نمودن به آنها به نزد آنها بیایید، از آن جایی که الله شما را امر کرده است. و زنی که 6 روز حیض میدید یا که 7 روز حیض میدید و سپس روزهایش زیاد شد، آیا از روزه خودداری نماید؟ اگر عدتش 6 روز بود یا که 7 روز بود، بگذار 6 روز بود و این مدت دراز شد، 9 روز 10 روز شد، 9 روز 10 روز گردید،
شدن نماز نمیخوند، روزه نمیگیرد. چون رسول الله برای شخصی حیض بیننده روزهای معینی را تعیین نکردند و الله فرمود این حیض یک آزار است. پس گفتن تا آن دمی که پاک نشدن با آنها نزدیک نشوید. تا آن دمی که نزدیک نشدن تا آن دمی که پاک نشده زن حکم حیض رو دارد. زنی که در عادتش 10 روز حیض می‌بیند، در رمضان 14 روز شد پاک نشد، و خون با رنگ سرخ یا که زرد برآمدن گرفت، از سرخ و زرد. حکمش چی است؟ نماز او اگر این زن عادتش زیاد بود، حیض دید، معلوم شد که خونی معروف خونی حیض است، پس باید بدوند که برای وی نه نماز است نه روزه است. اگر این زیادتی اگر از 1 ماه هم گذشت، پس عادت او تغییر یافته است، آن عادت را باید رعایت نماید و آن را هم در این هنگام از نماز روزه دوری بجوید. اما آن چیزی که در استحاضه خونروی غیر عادی وابسته است، نشانه های فرق کردن خون حیض از خون استحاضه کدام هایند؟ از نشانه هایی که با آنها میتوان خون حیض و استحاضه جدا کرد، رنگ خون حیض سیاه چوب است، اما خون استحاضه رنگی روشنتر است. بوی خون بدبوی است از حیض، از دیگر خونها فرق میکند. همچنین جاری شدن خون روانیش در خون دوره ماهانه و خون ماهانه خون استحاضه چنین نیست. و خون حیض دردهای پیشکی دارد، عادت موجودند، اما استحاضه مانند آن نیست. اما آیا استحاضه خون استحاضه روزه ها را ویران میکند؟ خون استحاضه بر نماز و روزه انسان تأثیر نمیبخشد. زن عبادت را انجام میدهد و همچنین از جما هم منع نمیشود. اما زنی که در حال استحاضه قرار دارد چگونه نماز میخواند و کی روزه میگیرد؟ وی باید با اندازه عادت پیشینه اش که پیش از این حادثه آمده بود او باید با اندازه عادت پیشینه اش که پیش از این عادت داشت، پیش از این حادثه بود، نماز رو میگذاشت، نماز رو ترک میکرد. مثلا اگر عادت دورهش در اول ماه 6 روز بود و عادت ماه دوم 6 روز، ماه سوم 6 روز، در این نه نماز است نه روزه است. هنگامی که این روزها تمام شدن غسل میکند، اگه قاق شد غسل میکند، پس نماز میخواند و روزه میگیرد. اما نقطه دیگر آنچه که بعد از نفاس است، خونروی بعد از تولد، بعد از به دنیا آوردن کودک یا افتیدن آن. حالت نفاس بر همگان معلوم است که بعد تولد کودک آن خونه که میآید آن نفاس از پاکسازی که هست. پس چگونه فهمیم که خونه که بعد از افتادن جنین میآید نفاس است یا
برای حکم روزه را دارد یا که نه؟ اگر زنی حامله، زنی که در حد حاملگی قرار دارد، آن جنینی که شکل گرفته است، نشانه های عضوها در او پیدا شده است، مثل سر، دست، اگر از او سقط شود، از او بغلطد، از او کودک، خونی و خون استحاضه، خون نفاس حسابیده می شود. اما اگر چیزی افتد، تنها علقه یک پارچه گوشت باشد، گوشت پاره باشد و نشانه های از آفرینش از انسانی در اون روشن نباشد، این خون خونی فساد است. این خونروی بیماری حساب می شود. در این حالت زن نماز می گذارد، روزه می دارد. پس این رو ما باید چگونه معلوم کنیم؟ چگونه این معلوم می شود؟ علماها جنین رو اگر که از 3 ماه بالا شده باشد، سقط شود بغلطد، آن را بر حکم نفاس، آن خون را بر حکم نفاس حساب کردن. اگر از این پایین باشد که به شکل انسانی پیدا نشده است، آن را بر خون نفاس حساب نکردن. آیا زنی حامله حیض می‌بیند؟ نه، زیرا زنی حامله الکی باردار شده است. برای همین زنی حامله دار را با قطع شدن حیض میشناسند. و راهنمایی شریعت درباره خونی که از زن حامله میبراید چیست؟ و حیض را الله سبحانه و تعالی برای حکمت آفریده است و حکمت آن برای غذای جنین در شکم مادرش است. این حیض یک غذای جنین در شکم مادرش طول این وقت قرار میگیرد. برای همین گاهی میشه که شاید این برای اون حالت ناگهانی این خون براید. اینا خونروی بیماری، خونروی استحاضه میگویند. او را نماز روزه من نمیکنه در این حالت. پس زنی که بعد از سقط غلطیدن یا پاکسازی، بعد از غلطیدن و پاکسازی آن، آیا میتونه روزه بگیرد؟ اگر این سقط، این غلطیدن اگر کمتر از 80 روز باشد، گفتیم 3 ماه، اگر 80 روز کمتر باشد، این خونی که از او میبارد او را از این عبادت من نمیکند. و این تازه کنی هم دلیل پاک شدن رحم و قطع کردن خون است. پس میتواند نماز و روزه را بدارد. آیا زن پیش از 40 روز، غالبا زن باید 40 روز حیض بیند، نفاس بیند، اگر پیش از 40 روز پاک شد، آیا بر او نماز و روزه فرض است؟ بله، بر او واجب است. هر قدری که 1 هفته اگر که نفاس دید، 2 هفته نفاس دید، 1 روز نفاس دید، پاکیزه شد، برای وی لازم است که روزه را بدارد. اگر تولد کردن با قیصری، با جراحی شدن شکم باشد و از زن یا خون خیلی کم براید یا که تماما خون نباشد، حکمش چیست در این حالت؟ پس انها منع بودن نماز یا که روزه واسه بر بودن انها خون است. مادامی که خون نباشد، پس نماز روزه را، غسل کردن نماز روزه را میخواند. آغاز نمیاد.
پس آن خونه که در طول نفاسش از زن برآمد، بعد از کامل شدن 40 روز از زن خون دیگری که برآمد ادامه یافتن گرفت. پس در این حالت زن چیکار نماید؟ اگر تا این 40 روز را برد، برای زن لازم است که در این حالت روزه ندارد و نماز نخواند. اما اگر از این گذشت، در این حالت انسان غسل نموده نمازش را شروع می‌نماید. اما تا این 40 خون نفاس حساب نمی‌شود. اما نقطه دیگر میشود که اگر خون برای زنی که در حالت نفاس قرار دارد بعد از 40 روز هم ادامه بیابد، نماز میخواند، گفتیم بله پاکیزه که نماز میخواند. اینجا مسئله دیگری میشود که اگر خون با او بعد از این 40 روز که باقی مانده است، اگر آن خون با عادت حیض پیشینه زن اگر موافقتی نماید، پس او زن در حالت حیض زن حائض حسابیده می شود. اگر با عادت حیض پیشینه‌اش موافق نآید، علما اختلاف کردن. بعضی گفتن که غسل کند، نماز را بگذارد و روزه بدارد، حتی اگر خون همونجوری شد مکان را پوشیده و عبادتش را انجام میدهد. بعضی گفتن که نه، تا 60 روز اگر خون آمد این هم حسابیده می شود. گفتن بعضی از علما، الله اعلم. و گفتم باید شاید چی بسا کمی زنهایی هست که تا 60 روز رو هم غسل نفاس ببینند. الله داناتر است. این است مسئله آنچه که وابسته بر زنها بود در بیان روزه آنها و روزه‌داری آنها در حالت حیض و نفاس و استحاضه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. یکم کس سوال دارد؟ یکم سوال هست؟ یکم کس یکم سوال دارد وابسته بر موضوع درسی؟ به فکرم هیچ سوالی نبود مگر اینکه جوابش دادیم در این موضوع، بلکه با زیادتی. الله موفق گرداند. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم برای اشتراکتون، برای حضورتون. الله سبحانه و تعالی ما شما رو موفق بگرداند بر کارهای خیر و عمل صالح و توفیق عمل کردن رو بدهد. در آنچه که شنیدیم بهتری آن رو بگیریم و بر خیرتر آنها عمل نماییم. و الله سبحانه و تعالی توفیق عطا فرماید که این ماه رمضان نزدیک مانده است، یک چند روز عدد معینی مانده است. الله بر ما این ماه رمضان رو برساند، ما رو با این ماه رمضان و توفیق عمل کردن و توفیق عبادت رو بر ما عطا فرماید و ما را از جمله اهل خیر و سعادت و نیکویی قرار بدهد. الله سبحانه و تعالی ما و شما رو موفق بگرداند. اگر سوال باشد خوب، سوال نباشد با همین درس رو بهتون میرسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد ختم کردن قرآن دست جمعانه جایز است؟ جزاکم الله خیرا. ختم کردن قرآن دست جمعانه جایز نیست، درست نیست. این اول از هدیه پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، نه از هدیه پیامبر است، نه از هدیه صحابگان کرام است. این یکم. و ختم دست جمعانه، ختم چی است؟ ختم معنیش است که انسان قرآن را، کل قرآن را خود میخواند، خود اون رو به ختم میرساند. این رو ختم میگویند. فهمو؟ نه که به این معنی که مثلا که یک گروه از مردم جمع میشوند، یک کسی یک پاره میخواند، یک کسی نیم پاره میخواند. این هر کس همون چیزی که خوانده است همون رو میگیرد. فهمو؟ و جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. آی استاد گرامی، الله تعالی برکتان دهد. همش رو بسیار خوب فهماندید. دیگر چی بگم؟ نمیدانم. بارک الله فیک. جزاکم الله خیرا. سپاسگزارم که
فهمیدید. الله تعالی نگهداری ما و شما باشد. فهما جزاکم الله خیرا و جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. در صورت پس انشاءالله که باز روانه کردن میشوند. امیدوار هستم که اینها با دیگران کسان میرسد تا که از این معلومات هایی که هست فایده ها با دیگر خواهران و برادران، دیگر زنان و مردم رفته بیرسد انشاءالله. دلالت کنند با سوی خیر مثل انجام دهنده آن است. الله ما و شما را موفق بگرداند. خیر انشاءالله. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. جزاکم الله خیرا برای تشریفتون. هر بازولی سوالایتی ما بایتون رسیدگی نیست. سوال جواب ما بایتون رسیدگی نیست. انشاءالله که باز در مسئله سحور سر میشود اکنون. در مسئله سحور، سحرخوری چی بسا سوال های زیادی هست در اینجا. در مسئله سحرخوری انشاءالله که درسیگن میگیریم و مسئله افطار همچنین چی بسا سوالات زیادی هستن. همه اینا رو تلاش میکنیم که با همراهی شما بگیریم. الله ما و شما را موفق بگرداند و در کارمان توفیق بدهد، اخلاص و نصیب روزی بگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.